شروع کردن همیشه ترسناکه. اینکه تو ترس از قضاوت شدن داشته باشی، اینکه تو ترس از شکست داشته باشی، اینکه تو ترس از کامل نبودن همه چیز رو داشته باشی، این ترس از کمالگرایی، این ترس ناشی از شرایط زندگیت باعث میشه که تو هیچ وقت کاری رو که دوست داری شروع نکنی. این شروع کردن هم فقط محدود به تولید محتوا، یوتیوب، اینستاگرام و اینها نمیشه. ممکنه شروع کردن یک رابطه‌ای باشه، ممکنه شروع کردن یک فنی توی زندگیت باشه. میترسی که بری سر یک کاری، میترسی که بری سراغ یک درسی، یک چیزی، و این ترس است که همیشه انسان رو یک قدم از خواسته هاش دور نگه میداره. یه ضربان مثلی هست که نمیدونم برای کدوم یک از شهرهای ماه، ولی میگه که پول همیشه یک قدم اونور ترسه. یعنی اون زمانی که تو این ترس رو کنار بذاری و با واقعیت زندگیت کنار بیای که من باید با این شرایط ادامه بدم، با این شرایط شروع بکنم، اون لحظه میشه نقطه آغاز یک زنجیره اتفاقات مثبت توی زندگیت. چند راهکار برای این موضوع وجود داره که باید راجبشون حرف بزنیم. موضوع اول اینه که انسان همیشه این حس رو درون خودش داره که هیچ وقت بهترین نیستش. یعنی همیشه این جاه طلبیه درون انسان وجود داره که کوچولو کوچولو شرایط رو برای خودش بهتر بکنه و هر پله‌ای که پیشرفت میکنه باز هم براش کافی نیست و میخواد یه پله دیگه اون شرایط رو بهترش بکنه. درباره تولید محتوا هم همین موضوع هست. یعنی وقتی که شما یه کامپیوتری داری، یه گوشی داری، یه حالا میکروفونی داری یا نداری یا هر چیز دیگه ای، با خودت میگی نه هنوز شرایط برای شروع کردن تولید محتوای من فراهم نیستش، نورم خوب نیست، استودیوم خوب نیست، بک‌گراندم بده، صدا بده، تصویر بده و اینها. چیزی که باید بهش توجه بکنیم اینه که یوتیوبرهای خیلی بزرگی مثل مستر بیست، یعنی من میرم ویدیوهای مثلا 6 سال پیش مستر بیست رو میبینم، همونجوری که میدونید خیلی سال داره فعالیت میکنه و 6 سال پیش مثلا میشه شاید 10 سال بوده داشته فعالیت میکرده. ویدیوهای 6 7 سال پیشش رو که میرم میبینم، این آدم همچنان توی یه اتاق با دیوار سفید، یه کامپیوتر خیلی قدیمی و یک میکروفون خیلی داغون داشته تولید محتوا میکرده. مطمئناً مستر بیست توی اون لحظه با خودش میگفته که من شرایطم ایدئال نیست، ولی ادامه داده و الان بزرگترین برندینگ یوتیوب دنیا دست این آدمه. پس این شروع کردن است که مهمه. مثال آریا کوکسر رو دوباره میزنم که برید ویدیوهای اولش رو نگاه بکنید، ببینید که با چه کیفیتی داشته تولید محتوا میکرده، و یا مثلا برید میا پلیز رو نگاه بکنید ببینید به چه شرایطی، با چه فن بیانی، با چه بک‌گراند و تصویر و صدایی داشته تولید محتوا میکرده و همه یوتیوبرهای دیگه. این اون چیزیه که شما باید در نظر بگیرید که هیچ کس توی پله اول بهترین خودش نیست. من خودم وقتی که سال 98 بود اگر اشتباه نکنم، اوایل 98 بود که شروع کردم روی یوتیوب به شکل جدی تولید محتوا کردن، فقط یک گوشی داشتم، یک گلکسی AC سامسونگ داشتم و با همون گوشی ضبط میکردم. یه دونه هدست برادرم داشتش که این هدست بر سر کارش بود، اپراتور بود، اونو برمی داشتم به عنوان میکروفونش ازش استفاده میکردم. نورم نور خورشید بود و همین با همون گوشی ادیت زدم، تامنیل گذاشتم و با یه کیفیت افتضاحی اون ویدیو منتشر شد. و وقتی که اون ویدیو منتشر شد من اینجوری بودم که آره بالاخره این کار رو کردم و شد زنجیره یه سری از اتفاقات که تو دیگه تو ذهن خودت هی پلن‌های بعدیت رو میچینی که من قراره تو ویدیوی بعدی این کارو کنم، اون کارو کنم، اینم بهتر شه، اونم بهتر شه. و وقتی که شما شروع میکنید انجام دادن یک کاری رو، باعث میشه که تو ذهنتون هی دنبال بهتر کردنش باشید و مثلا 6 ماه بعد وقتی که برمیگردید نگاه میکنید ویدیوی اولتون رو و با الان خودتون مقایسهش میکنید، میگید دمم گرم، چقدر پیشرفت کردم، چقدر خفن شدم. و دوباره این سایکله، این چرخه اتفاق میفته که شما 6 ماه بعد میرید ویدیو 6 ماه قبل رو میبینید و میگید اوه چقدر پیشرفت کردم. مثلا من 2 سال و نیم 3 سال پیش وقتی که یه ویدیویی رو دیگه ضبط کردم که اون موقع لپتاپ خریده بودم، این میکروفون رو خریده بودم، بک‌گراند تقریبا نرمالی ساخته بودم، فکر میکردم دیگه تو اوج ترین حالت ممکنمم. ولی بعداً رفتم کامپیوتر خریدم، مانیتور اضافه کردم، وسایلمو پیشرفت دادم، نورمو بهتر کردم و این هاست که انسان رو
پله به پله جلو میبره و باعث این میشه که از خودش حس خوبی پیدا بکنه. اگر شما امروز 22 آذر 1404 که داره این ویدیو ضبط میشه میخوای تولید محتوا رو شروع بکنی و داری به تعویق میندازیش، به این نکته فکر کن که 6 ماه دیگه گذشته و تو هنوز تولید محتوا رو شروع نکردی. تو هنوز نرفتی به اون کسی که دوستش داری پیشنهاد بدی. تو هنوز نرفتی که اون کاری که میخوای انجام بدی رو یادش بگیری، شروع بکنی انجامش بدی و 6 ماه عقب افتادی از زندگی. خیلیا ترس از شکست خوردن دارن. شما یک انسان به من مثال بزنید که بدون شکست خوردن موفق شده باشه. هیچ کسی توی دنیا نیست که طعم تلخ شکست رو نچشیده باشه و 2 سال بعد از اون شکست که برمیگردی و به گذشته نگاه میکنی و میگی یادش به خیر. ذهن انسان فراموشکاره. ذهن انسان بدیهای یک بازه زمانی رو یادش نمیمونه، فقط خوبیهاش رو یادش میمونه. شما به هر اتفاق بدی که چند سال پیش اتفاق افتاده باشه براتون نگاه میکنید میگید که یادش به خیر. و این اون چیزیه که انسان رو از سایر موجودات هستی متفاوت میکنه. اینکه انسان همیشه فراموش میکنه که تو گذشته چه اتفاقی افتاده. و اگر شما الان شروع نکنی به تولید محتوا، 6 ماه بعد این حس سراغت میاد که با خودت میگی ای بابا کاش شروع میکردم، کاش اون پیشنهادو میدادم، کاش اون کارو قبول میکردم، کاش این چیزو انجام میدادم. پس همین الان اگر چیزی تو ذهنت بنویسش، دوربینتو بذار، نورتو اوکی کن اگر داری، اگر نداری فقط نور اتاقت کافیه. بشین انجام بده، برنامه کپکاتو بریز، برنامه اینشاتو بریز اگر کامپیوتر نداری و شروع کن به ادیت کردن. بعد به این توجه بکنید که یوتیوب یه دوی ماراتونه، یعنی هیچ کس توی یوتیوب نمیتونه یک شبه موفق بشه مگر اینکه یک اتفاق عجیبی بیفته، سوار یک ترندی بشه، یه نفر پیشنهادش بده، نمیدونم از توسط یه نفری این آدم لول اپ بشه و بیادشو معرفی بشه به جامعه یوتیوب. وگرنه هر کسی که بخواد از صفر بدون هیچ پشتوانه‌ای شروع بکنه مطمئناً پروسه‌ای که چند سال طول میکشه تا شما به یک آدم محبوب، معروف، مورد اعتماد و مقبولیت مردم تبدیل بشید و قرار بگیرید. و به همین خاطر خیلیا تو این پروسه جا میزنن و ولش میکنن. توصیه من به شما اینه که هر لحظه که احساس کردید میخواید یک کاری رو انجام بدید، سبک سنگینش بکنید، براش برنامه‌ریزی بکنید، تو ذهنتون بیاریدش و عملیش بکنید. مطمئن باشید که چند ماه بعد حسرت نمیخورید و توی این مسیر چیزهای زیادی یاد میگیرید. من خودم باز مثال میزنم، توی این مسیر تولید محتوا یاد گرفتم که چجوری ادیت بکنم و الان من یک ادیتورم. الان شغل من ادیته و این اون چیزیه که باعث میشه شما توی این مسیر یک فن، یک مهارتی رو یاد بگیرید و این مهارت باعث میشه که حتی یک شاخه جداگونه‌ای تو زندگی شما شکل بگیره که شاید اونقدر مثلا یوتیوب شاید برای شما پول خوبی نداشته باشه، ولی اون مهارت ارائه کردن، مهارت تولید محتوا، مهارت ادیت زدن شاید باعث بشه که در ادامه شما یک مسیر جدیدی توی زندگیتون به وجود بیادش و اون بشه شغل اصلیتون و یوتیوب بشه یه ساید هاسل، یه درآمد جانبی که توی زندگی شما تاثیر بذاره. حتما به صحبتام فکر بکنید، حتما اینا رو در نظر بگیرید. ممنون که تا آخر ویدیو همراه من بودین. اینجا امید آکادمی، جایی که در مورد یوتیوب، ادیت، تولید محتوا اینها صحبت می‌کنیم. حتما کانال رو سابسکرایب بکنید اگر دوست داشتید و اگر از ویدیو خوشتون اومد ممنون میشم ویدیو رو لایک بکنید که لایکتون حمایت خیلی زیادی از من میتونه باشه. و تا ویدیوی بعدی که مهمون نگاه گرمتون باشم، خیلی دوستتون دارم. مراقب خودتون باشید، جای دوری نرید. فعلا خداحافظ، پیس اوت.